سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحت سلامت باشید. هر گوشه دنیا که هستید همیشه خوش و خندان باشید. روزه و نمازتون قبول باشد و بسیار تشکر میکنیم از کسایی که کمک میکنه و نیازمندا. خداوند خیر نصیبشون کنه. بله، سلام بر شما وطندارای کل نازنین. امید که همگیتون خوب و جور و صحت و سلامت باشین. یک رمضان خوب و خوش داشته باشین در کنار فامیلایتون. لالا قاسمی که کم ذره کم حوصله است دیگه، از مو خاطری وقت اجازه نمیدیمش که خانه بره، باز در خانه که بره اوقات تلخی میکنم دیگه. امیدوار هستم که شما هموطنای عزیز همتون خوشخلق با طفلا با اعضای خانواده همتون خوشخلق چی میگن با حوصله باشین. با حوصله باشین. لالا قاسمی ما را از مو خاطر ما اجازه نمیدیم که وقت خانه بره، به خاطر از اینکه در خانه بره دیگه در کاسه میزنه، کاسه را در دیگ میزنه. با مو خاطر ما وقت اجازه نمیده که خانه بره. دیگه امروز هم چی داریم؟ توزیع نان داریم بر هموطنای ما که در روی جاده ها مصروف کاربار هستن. دیگه این نان هم که هست از طرف خواهر ما از آلمان به مبلغ 10,500 افغانی روان کردن، گفتن که نان خریداری کنین و بر هموطنای ما که در روی جاده ها مصروف کاربار هستن توزیع کنین. خداوند خیرشان بده. لالا میلاد. 8,130 افغانی هم دیگه داریم به خاطر نان که از طرف هموطن ما تیمور و منیژه نورستانی هست که خداوند پاک شما را خیر نصیب کنه. چقدر نان ما فرمایش داده بودیم که لالای ما زبانش نمیگرده که نال زبانش بگرده؟ نان 1860 دانه. نال یاد گرفتی؟ 1860 دانه. اینا دوستان نازنین 1860 دانه نان فرمایش داده بودیم. ولی نصیب شما غلط شده بود. در هر پاکت 10 دانه نان به هموطنای نیازمند ما. دیگه شما ما را همراه باشین و ما بخیر در موتر جای به جای میکنیم نان را بخیر میریم در سرکا میگردیم و هموطنای نیازمند ما را پیدا میکنیم و نان برشان تقدیم میکنیم. دوستای نازنین بخیر، نان در موتر جای به جای کردیم و 1860 دانه نان در هر پاکت 10 دانه. خداوند پاک تیمور جان خواهر ما منیژه جان نورستانی را و خواهر ما که نامش خواستن که نگیریم، فقط گفتن که از آلمان. دیگه تشکر از شما سه هموطن عزیز که امروز خواستید که بر هموطنای نیازمند ما در این سرکوب مصرف کاربار هستن 10 دانه نان توزیع کنیم. و خداوند خیرشان بده میلاد جان که در فکر نیازمند هستن و همیشه کمک میکنن. بسیار تشکری میکنیم از پیشان. خداوند خیر نصیبشان کنه. خداوند نمقدر برشان بده که جمع کده بتونن. نه خیر بینی نال گپ بدلم از دیگان دفعه میگه قاسمی جان میگه که خدا قدر بتیتون که جمع کده نتونه. نه او برادر اما قبطه که جمع شوه. حالوری چی کنی کار طرف بفت اسراف. بخیر شروع میکنیم دوستای نازنین. دیگه هموطنای ما اینجا مصروف کاربار هستن. آهسته آهسته بخیر به توضیح خود شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کاکا جان ما کراچیوان هست. کاکا جان نوش جان بخیر به خوبی استفاده کنی. بره بخیر برید. یا نه لالا میلاد. ما دیگه از امی جان اونا گرفتن میرم امی جان. کلمه همکاری کو خیر بکنی لالا قاسمی. این دیگه هموطن ما هست. روزایی که کمک میباشه واقعیت من خداییش من بسیار خوشم میباشم، پر انرژی میباشم. پدر جان سلام، وقتت بخیر. نوش جانت. نوش جان نوش جان کاکا جان قبول کنه بچه بخیر باشی. نوش جان بیادر نوش جان. خیر ببینی قاسمی جان. اما تو در بغلکای سرکا که میشنن دلت یک قسم میشه که هیچ ایسی نسایی میکنه نیستن میکنه اقام کش خو میبره واقعیت. نوش جان. نوش جان کاکا جان. نوش جان. برای شما تا بیادر هستیم یکی بحثتان است. نوش جان. برای نوش جان.
بیادر ما بچه هستی نوش جانت برو که کاریگر هستی نوش جان نوش جان کوکو جان بخیر باشی نوش جان کوکو جان نوش جان میتومتا نوش جان بعد از هموطنهای ما از دوستای نازنین که یک خلطه نان میتیشه هیچ قناعت ندارن 10 دانه نان بسیار نان است هیچ قناعت ندارن اینجا خدا پایان میگیرن یا این پشت موتر خدا پت میکنن دست دراز میکنن 4 خلطه 5 خلطه میگیرن هیچ انصاف ندارن نمیمونه که یک مسکین بیچاره دیگه بگیره بیرو باره که من دادن کسایش از خو امی یگان تو از امی نیازمندا که در میروی سرک میشنن صرف به خاطر از این 10 دانه نان میشنن خونمون بیچاره نمیرسن یگان توش که میدون او قناعت بخش نیست که قناعت کنه یگان تو این 10 دانه نان که بگیره شکر میگه میگه خدایا شکر بله میگه غم امشب اون که خورده شو سواش خدا مهربان خدا مهربان است خوبیت است قاسمی جان دیگه خداوند پاک انصاف بتشان اینی هموطنای ما را بگیرین و میستاد نسید شیمه را تو که از من شیمه بیا در گال بیا نوش جان نوش جان بیا خاله خوش که خاله اومد بیا دیگه بیا در نوش جان نوش جان البته منم نوش جان برو بخیر بده ماما نوش جان کوکو جان برو قندی خودش بان که بیا برو کوکو جان دوست برو که دست پیش نکن نوش جان کوکو مو نوش جان ماما جان نوش جانتان بخیر باشین سلامت باشین الله امین نوش جانتان بخیر باشین الله امین نوش جان نوش جان ما بچه نوش جانت برو حالا جان نوش جانت نوش جان کوکو جان بخیر باشی نوش جان بیرو بارک نکنین منظم نوش جانتان نوش جان در نوبت نوش جان بخیر بخورین نوش جانتان یک دانش مانده یک نفر نوش جانت بیادر تو گرفتی کوکو جان نگرفتی نوش جان
تو هم نو آمدی کاکا؟ نوش جان نوش جان برو دیگه برو دیگه بس است برو دیگه خودت برو میتم نوش جان نوش جان برو بخیر حرکت کن خاله آمد خاله بیا خاله جان بیا نوش جان خاله جان نوش جان بریم بارک نکنی نوش جان کلت میرسه نوش جان یه دقیقه خیرتی است تو میدوی خب برگو نوبت است دیگه خب نوبت است چو نوش جان کاکا جان نوش جان نوش جان یه دقیقه چورکان نکنه میرسه کلت میرسه نوش جان برو بس از دیگه نوش جان بیر بارک نکنی نوش جان منظم نوش جان منظم برخطوی نکن نوش جان صحیح برو نوش جان بخیر باشی من این کارگرها نوش جانتان یه دقیقه کاکا جان ورکتوی نکنی نوش جان بخیر باشه نوش جان دوستای نازنین دیگه ماشاءالله نان زیاد بود دیگه مولا القاسمی خیلی مانده ساخت دیگه خداوند پاک خیر نصیب کنه خواهرمو منیژه جانه تیمور جانه و خواهرمو که اسمشان گفته که گرفتن نشه از کشور آلمان پول فرستاده بودن خواسته بودن که بر هموطنای نیازمند ما در این سرکا هستن نان توزیع کنیم دیگه یک 7 بسته نان ما مانده و دیگرایش تمامش توزیع کردیم حالا در جستجوی هموطنای نیازمند ما هستیم که همین 7 دانه را بخیر به هموطنای ما بسپاریم و شب برن و همراه غذای خود نوش جان کنن. والا میلاد بسیار تشکری میکنیم از کسایی که همیشه کمک میکنن به نیازمندا. خداوند خیر نصیبشون کنه. خداوند لالا تیمور ما رو خیر نصیب کنه. خواهر ما نامش منیژه جان نورستانی رو خداوند خیر نصیب کنه و خواهر ما که از آلمان گفتن نام ما نگیرین. خداوند خیر نصیبشون کنه. خداوند هر حاجت هر مشکلی که دارن خداوند مشکلشون آسان میکنه. خداوند اینقدر برشون بده که همو تو جمع کده بتونن خیر ببینی. نگفتم که نتونن خیر ببینی. بخاطر که گفتیم بگو که همه قبطیشه که جمع کده بتونن. این که همیشه وقت دوستای نازنین میگیم که قدر بتیتون جمع کده نتونین خود طبعا دیگه پول جمع نمیشه دیگه خدا قبطه که جمع شوه که حداقل جمع شوه یک خانگک بتونی خریده یک موترک بتونی خریده یک زندگی یک خوب و خوش آرام داشته باشی وقتی که جمع نشه دیگه خیلی چیز خریده نمیتونی تو پولش میرسه نه با اندازش بده که همو قدر جمع کده بتونی و همو کار تا و بار تا و خدا یار جان بعض هموطنای ما که 10 دانه نان برای یک فامیل بسیار نان است دوستای نازنین بسیار نان است هم سر شبش میشه و هم پس شبش میشه اما خدا یار جانشان که هیچ قناعت نمیکنن اگر خودش یک دانه نان میدی بچه خودم میدونه خورد بچه یک یعنی در حدود 5 ساله و یا 6 ساله هست پشت موتر میده و خدای نخواسته که پای از او زیر تایر موتر شوه دو بیره بارک زیر پای شوه هیچ دقیقه ازی نیستن میارن همراه اونم خود اشتکای خودم میارن در سرک طفلای خورده و دیگه او طفلای خورد چی یاد بگیره طبعا دیگه که از این خورد ترکی که در روی سرک بزرگ شد تا بزرگی دیگه فازو دیگه چیز جور نمیشه اما تو که در یک صف سوچوان منظم باشن میرسه همین بر از امو هست اکثریتش بیبی میدوان دویدن یکی ترس حراس مایی است که خدای ناخواسته کدام طفل از زیر تایر موتر نشه یعنی ما تو پشت موتر میدوان حیران میمونی چی کنی یک رقم دست پیش میشه از این مورسیک میگی خیال چشمم کار میشه یا داریم دست منو در روی پرت نکنه خداوند خیرت بده لالا میلاد که تون دموجی
هیچ دیگه توضیح میگه خداوند خیرت بده. قربانت لالا قاسمی. ما خو کل ما شما را همچنان لالا علی جانم پشت تصویر است. سلام استاد نصیر استاد نصیر. علی جان دیگه دادم کمره را شروع کنیم میفهمم. دوستان سلام، انشالله خوب باشین، صحتمند باشین. هستیم در خدمتتان با دریور فوق العاده ما استاد نصیر. دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. بخیر دیگه اینجا شروع میکنیم علی جان. هموطنای ما که میشه سیست باشه نصیب میشه که شیمه رو تا کنی. سر چهارهای سکن را باندی نشون. ما که میگم راننده فوق العاده و میخاطرم ما. دیگه ایام آخریش بود که تقدیم کاکا جان کردیم. مانده نباشی لالا. سلامت باشی، خودت مانده نباشی لالا قاسمی که بخیر باشی. مکمل خودت کور کردی که از اونجا مکمل نان یاره معاف کاکا جان خلاص شد دیگه. نه واقعیت هم توضیح که میکنی اما تو خوشایند نباشه. خوشایند نباشه، خیلی خوشایند نباشه لالا قاسمی. دیگه خداوند پاک خیر نصیب کنه. خواهر ما را منیجه جان نورستانی را و برادر ما تیمور جان و خواهر ما که گفته که نام گرفته نشه از کشور آلمان از آلمان. خداوند خیر نصیبتان کنه. در آرزو و هوس و هرمان و مراد دل که دارین خداوند پاک برسانیتون. یک ماه مبارک رمضان خوب و خوش داشته باشین. شما را به الله پاک بنیاز میسپاریم. هموطنان عزیز تا برنامه بعد الله یار و مددگارتان.